فخرم من از آن که تاجیکستان وطنم، بالم من از آن که تاجیکستان سخنم. من با وطنی بزرگ من دارم، بادو به فدای وطنم جان و تنم. سلام و درودی به پایان بینندگان عزیز. این ساعت برنامه محفل ادیبان جوان پیشنهاد شما میگردد و مهمان برنامه ما هستند شاعر، محقق، ادبیاتشناس استاد عزیز نورعلی نورزاد و جوان هنرمند مهراب شریفزاده. سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه ما تشریف آوردید. طوری که بینندگان مشاهده نمودند در برنامه ما یک جای نشست خالی است. با چه خاطر این جای نشست خالی گذاشته شد؟ برنامه ما رو تماشا کنید و با سوال خود پاسخ بگیرید. خوب، میروار در برنامه گذشته در نزد اعضایان محفل یک وظیفه گذاشته شده بود که با استفاده از واژه جوانی شعرگونه یا غزل یا چهارپاره افشا نمایند. در آغاز به جمع بیننده ها و اشتراکداران محفل سلام و درود میگیم و چگونه که ما در محفل قبلی وظیفه گذار کرده بودیم که با استفاده از واژه آینه چیزی بنویسید، من شروع از خودم خب به خاطرم اومد یک چهارپاره در کتاب آینه روشن می شود یک شعر نشر کرده بودم. قدم هر سو بینه ای مرد عاشق، منه بر پا گره ای مرد عاشق. دلت گر عشق می جوید جوانی به پیری تن مده ای مرد عاشق. واقعا جوانی و عشق و زیبایی اینها به هم بسیار توامندند و البته ما در روی اکران رقمی خود را نیز گذاشته بودیم و چند نفر برای به عنوان محفلی ما گیم شعرگونه ها فرستانده بودند که اونها رو ما البته به روزنامه ها پیشنهاد میکنیم. البته اکثر آنها تحریر طلب هستند و به این خاطر ما فکر میکنم اونها رو در محفل خواندن ضرورت نمیبینیم و چند نفر از اعضایان محفلی ما نیز با استفاده از واژه جوانی شعرها نوشتند که به نوبت من فکر میکنم که میخونم و ما گوش میکنیم. حالا از جانب اعضایان محفل از رخشید بانو خواهش میکنیم تا شعر خودشون میخونند. مرحبا. سرول سلام و درودی به پایان به کل حاضران و تماشابینان تلویزیونی ولایت سوق. بنده بابا یارزاده رخشید مصلح‌الدین هستم، دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف، این چنین عضو محفل ادیبان جوان. و اینجا میخواستم در واژه جوانی رباعی قرائت کرده باشم. پیراهی خورشید جوانی من است، زیباگی اسپید جوانی من است. من زاده کشور بهارم، زیرا یکتاگی امید جوانی من است. ما جوانیم و جوانی میکنیم، در گلستان گلفشانی میکنیم. تاجیکستان مزرعه عشق و امید، ما جوانان شعرخوانی میکنیم. و همچون یک جوان دختر دوران صاحب استقلالی وعده میدهم که برای وطن عزیز خویش خدمت خواهم کرد. درود به کل بینندگان تلویزیون سوخت. کمینه قربان و فضیلت ما هستم، متخلص بر صدف، آموزگار در ناحیه اشت و همچنین اعضای محفل ادیبان جوان. با واژه جوانی یک غزل میخونم. زمزمه جوانی، قصه بی خزانی، باغ شکفته دل چون گل جاودانی. ده محبتی من شهر خرابه های، شور و غرور و مستی، سرخم و ناتوانی. صد سری مشکلت را زانوی پرتوانم، بار غمان خود را بر دیگر بیمانی. پای رسیدنم را جانب تو گذارم، در ره زندگانی نغمه نوجوانی. لحظه زندمانی حیف نمی شود چون ساعت جاودانی هدیه زندگانی. تشکر. سلام و درود بینندگان عزیز. عبدالقادرزاده امیه هستم، مگسترانت دانشگاه دولتی خوجند، اینچنین اعضای محفل. چو باده که وزد کوه جوانی،
شمیدم دوی ما بوی جوانی جوانی ما استارگانیم درخشان بوده پهلوی جوانی. تشکر زیاد. برنامه محفل ادیبان منبر ادیبان جوان است. در این برنامه قرار کردیم که دویر به ایجادیات محمد اقبال جونیبک بیشتر به شما معلومات دهیم و قهرمان برنامه را به استودیو دعوت میکنیم. محمد اقبال جونیبک، مرحمت. محمد اقبال جونیبک 1 فوریه سال 2003 در دهه روادین شهر پنجکند در اویله زیویی تولد شده است. ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 78 به نام دولتیار علیاروف دهه روادین بوده. حالا دانشجوی کورس 4 فاکولتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفوروف است. از سال 2021 عضو محفل ادیبان جوان نزد ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوق غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در نامیناسیون ایجاد نظم در سال 2024. از سال 2021 شعرهایش در نشریه‌های تاجیکستان به مانند پیام سوق، حقیقت سوق، ادبیات و صنعت و صدای شرق همزمان، نشریه همزبانان، سبزمنیش پیوسته نشر می‌شوند. سلام محمد اقبال. درود به شما و بینندگان همیشگی برنامه‌های تلویزیون سوخت. خب به نظر شما همچون یک ادیب جوان شاعر با نام خود شعر نویسد خوبتر است یا با تخلصش؟ استاد سروش میگویند که نامی بلند موی شعری بلند نیست، افق اگر شهره افق می شود. با نام ایجاد کردن گمان میکنم افضلتر است، چون که مردم میدونند که شعر از کیست و با شعر همچون شخصیت مناسبت میکنند و شخصیت شاعر شناخته می شود و با تخلص ایجاد کردن جنبه مثبت هم دارد، جنبه منفی هم دارد. گمان میکنم جنبه مثبتش این که شخصیت پنهان میماند و جنبه منفیش باشد تو شهرت یافتن تخلص شاعر شخصیت شاعر پنهان میماند. در جاده شعر کی قدم گذاشتید و استاد اولینتون کی است؟ یاد دارم روزگاری بود که شعر سراغم را میگرفت و میخواست دنیای مرا دیگر کند و واقعا توانست مرا از سیر خود سازد، دنیای مرا دیگر کند. اولین نوشته هایم پاره، قطعه و بیتگونه ها بودند و اولین پاره ام را یاد دارم که چنین بود که بر اثر مشاهده انشا شد: شبانگه ناگهان استاره افتید، گمان کردم که افتید اختر من، درخشش بیشک اندر این زمین زد که گویا بر زمین زد پیکر من. این پاره رو در 16 سالگیم ایجاد کردم. اگر شعر گفتن جایز باشد پس اولین نوشته ماست، اولین شعر ماست. و در میگویند هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد و مرا در جاده ادبیات، در جاده شعر دوستی، شعرخوانی استادی اولینم آموزگاری فنی زبان و ادبیات تاجیک قونالیف علیبک بسیار دستگیری کردند و محض با کوشش و غیرت‌های آن کس بود که من توانستم تا دانشگاه دولتی خوجند آیم و در این رشته خوانشناسی خوانش خود را دوام دهم و اولین استادی من آن کس است. در زندگی کدام لحظه رو هرگز فراموش نمیکنید؟ در زندگی انسان لحظه های شادی و غم، لحظه های پزمانی، لحظه های انتظاری رو فراموش کردن نمیتواند و گمان میکنم بهترین لحظه های عمر انسان این لحظه های در کنار خانواده با خانواده بودن است و بهترین لحظه های دیگر باشد این لحظه های در کنار وطن با وطن بودن است. تشکر زیاد. حالا فرصت اون رسید که از جانب شما بیشتر شعر و ترانه بشنویم. برآمد. اولین شعری که میخوانم، اولین سرآغاز منشأ تمام آفرینش مادر است. اولین غزل برای مادرم: خنده هایت چون گلی گیلاس مادر جان، لکتش را میکنم احساس مادر جان، خواستم باشی کنارم لیک در این شهر
آدم را ندارد پاس مادر جان. در ضمیرم با محبت سبز گرداندی، در ضمیرم با محبت سبز گرداندی گوهر یک دانه اخلاص مادر جان. من دیگر را و تو یادم میکنی آغوش، ناسپاسی خیش را بشناس مادر جان. خیش گم کردم ولی آینه چشمت کودکی را کرد انعکاس مادر جان. ساحل امید خود هستم، دعایم ده بحر معنی را شوم غواص مادر جان. گر نی همخانم به خانه باشم خوبتر، گر نی همدست من بیگانه باشم خوبتر. قصه و افسانه عشقم نمیاری شنید، قهرمانی بیرون از افسانه باشم خوبتر. قطره باران زی اشکی مهر تو گر می رسد، در زمینی آرزویت دانه باشم خوبتر. نارسیدن ها که سوزی زندگی افتاده بود، با بسویت رفتنم پروانه باشم خوبتر. دست کوتاهی که پیچی مشکل بکشاییم، دست کوتاهی که پیچی مشکل بکشاییم، دست خضرم که به مویت شانه باشم خوبتر. در سمای آرزویت اختر افتاده ام، آسمان آغوش چون باشی نباشم خوبتر. عالمی نابوده در وصفم نمی گنجد، ولی دفتر اشعار آتشمانه باشم خوبتر. نماز میکنم امشب به نام آزادی، و سجده ها ببرم بر مقام آزادی. سرور و امن به دلهای خلق مسکون است، که کوچه ها شده پر از سلام آزادی. نجات عالم اگر اتحاد آدم هاست، نجات عالم اگر اتحاد عالم هاست، به هم شدن بشود احترام آزادی. فضای کشور ما آفتابی باد فقط، همیشه رقص کند مرغ بام آزادی. خدا گواه ستم مستدام نیست که نیست، نشاط و صلح و امانی مرام آزادی. مرا به اوج برد بال شعر بی تردید، به کهکشان بکشانم کلام آزادی. پس از نشستن و سمت نگاه بشکستن، بریدن از لب تو با سیگار پیوستن، تویی که برده ای از من قرار فهمیدم. دلیل ریختن اشکهای باران را و هم مناسبت جو زمین و یابان را، ز چشمهای بره انتظار فهمیدم. برو محبت خود را به این جهان مفروش، فقط به مهر تو را خاک میکشد آغوش. ز سنگ مرمر روی مزار فهمیدم. در قسمت عاشق ز عشق نالیدن، ز دست غصه نشد هیچگاه بالیدن. غمان عشق بود ماندگار فهمیدم. بخند غصه ز خانه تو کوچ میبندد، بخند غصه ز خانه تو کوچ میبندد. بخند این دل پر از امید میخندد، به گریه غصه شود انتشار فهمیدم. خوب تشکر زیاد. در رفت برنامه باز صحبتمون رو با قهرمانی برنامه ادامه میدیم و یک پدیده فرح بخش این است که ادیبان جوان با هنرمندان همکاری دارند و مهمانی برنامه ما هستند هنرمند جوان مهراب شریف زاده که با محمد اقبال جانبیک همکاری دارند و یک متن را روی آهنگ آوردند. این زمان پیشنهادی ما و بینندگان میگردند. مرحمت. با یاد قلبی خستم دری امید بستم، با شهر خاطراتی تو نشستم. با دست و پای بستم
با سنگ غم نشستم تو رفتی و من ولی ز عشق تو نرفتم با کوچه های خاطرت قدم زنم چی نامراد چی شد که سرنوشتی من تو را برای من نداد با کوچه های خاطرت قدم زنم چی نامراد چی شد که سرنوشتی من تو را برای من نداد چی شد که سرنوشتی من تو را برای من نداد تو هم نوای من بودی تو هم صدای من بودی تو آشنای من بودی لیلای من لیلای من لیلای من بیا بدادی من بیرس توی نفس زی من تو یاد میکنی افسوس دیگر نمیسازد مکن هوس شد که چشمی تو ندید امیدی قدی کوچکم چی شد که سهمی من زی تو فقط علم 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 ستاره های قلبی من با ابری غصه چیده شد با تغییر رفتن دلم دریده شد ستاره های قلبی من با ابری غصه چیده شد با تغییر رفتن دلم دریده شد تو هم نوای من بودی تو هم صدای من بودی تو آشنای من بودی لیلای من لیلای من لیلای من بیا بدادی من بیرس توی نفس زی من تو یاد میکنی افسوس دیگر نمیسازد مکن هوس تو رفته ای و من بگو چی کار کنم کجا روم زیبند یاد غصت بگو چی سان رها شوم با یاد تو نمیرسد زمانی با تو بودنم برای تو ترانه ها سرودنم با یاد تو نمیرسد زمانی با تو بودنم برای تو ترانه ها سرودنم تو هم نوای من بودی تو هم صدای من بودی تو آشنای من بودی لیلای من لیلای من لیلای من بیا بدادی من بیرس توی نفس زی من تو یاد میکنی افسوس دیگر نمیسازد مکن هوس بینندگان عزیز برنامه محفل ادیبان جهان است که شما تماشا نموده ایستادید و صحبت خود را با قهرمان برنامه محمد اقبال جانیبک ادامه میدهیم. خب محمد اقبال میگفتید که همکاری شما با مهراب از کجا شروع شد و تاریخ همین ترانه از کجا سرچشمه میگیرد؟ با مهراب شریفزاد از سال 2022 همکاری را آغاز کردیم و در طول این مدت چند سرودهای ما را آهنگ بستند و این سرودی که حالا زمزمه کردند از آهنگ‌های آخران بود که بر آهنگی ایشان من متن نوشتم و خیلی پسند ایشان. خب به اندیشه شما برای شعر خوب نوشتن یا شاعری خوب شدن چی باید کرد؟ برای شاعری خوب بودن بغیر از آنکه شاعر باید باشید باید خواننده خوبی ادبیات باشید، چون که ادبیات بسیار ادبیات پرغناوتی ما کمک میکند در اینکه دستگیرنده هست و محض ما با مطالعه و کوشش و غیرت میتونیم
ادیب خوب شویم. بسیار مطالعه کردن شاید در اول ما هر چی می‌نویسیم نو نداشته باشد، نوگون نداشته باشد، لیکن پس از مطالعه، پس از کوشش، پس از هر خطاگی، پس از هر پشتی هر یک ناکامی گویا یک موفقیت می‌ایستد و محض با مطالعه میتوانیم با شاعری خوب باشیم. شما اعضای محفل ادیبان جوان هستید. همین محفل ادیبان جوان تا چند اندازه شما رو معرفی کرد؟ در سرنوشت شما چی نقش دارد؟ از سال 2021 عضو محفل ادیبان جوان هستم و تا این مدت ما با محفل خیلی پیوست بودیم، پیوست هستیم و محفل برای من چی داد؟ محفل در معرفی من بسیار سهم کلان بازیده است، چون که اولین منبری من که من توانستم شعرهای خودم رو پیشنهاد کنم و با استادان ما کار میکردیم. هر محفل استادان رو دعوت میکردیم برای شعر ما نظر خودشون رو پیشنهاد میکردند و من از همین محفل بود که ما تا آزمون جمهوری فروغ سعودانه کتاب است راه یافتیم و در دور نهایی سزاوار مقام دوم گردیدیم. خب اگر ایجادات شما نقد کنن شما خفه میشوید؟ میرنجید؟ چرا؟ نقد بسیار گمان میکنم حالا میدان نقد کمتر خالی هم هست، اما از نقد رنجیدن خطاست، چون که ما وقتی که خدای خود را میفهمیم، اسلام میفهمیم، در پی اصلاح آن میشیم و روز از روز کوشش میکنیم شعرهای بهتر خوبتر ایجاد کنیم. خب تشکر. ما میدونیم که مثلا طبیبان رسالتی سالم نگاه داشتن جامعه رو برداشت دارن، آموزگاران باشند با سواد نمودن جامعه رو یا ملت رو. خب رسالت شاعر نویسنده چی است؟ ادیب آلمانی هنری هینه میگوید که اگر جهان بهتر کرد ترکش های آن اول قدم از دل شاعر میگذارند و شاعر شخصیتی است که از جامعه فرق میکند و مثلا جامعه هر آن چیزی که شاعر میبیند جامعه هم میبیند، اما به زبان آورده نمیتواند. شاعر باشد آینه زمان است که هر مشکلی، هر بیدادی، هر ناکامی که میبیند برای جامعه پیشنهاد میکند، در پی اصلاح آن میکوشد. یعنی که در بالا بردن معنویات نیست، سهم شاعر هست و پیوند نسل ها. یعنی که از ما ادبیات کلاسیکی داریم، ادبیات معاصر داریم و اینا ادبیات قلم‌آمدان میباشند. شاعر نسل است که این رساله رو دوام میدهد، یعنی که برای نسل های دیگر دوام میدهد و شعرهای خوبتر و بهتر ایجاد میکند که آنها برای ادبیات بسیار سهمی بارز دارند. خب حالا ما از شما خواهش میکنیم از ایجادات خود باز چند نمونه دیگر پیشنهاد کنید و بعدا استاد عزیز ما نورعلی نورزاد وابسته به ایجادات شما اندیشه خود رو بیان کنند. برام به خدا یادم هست طفلی مانده به حوله پدر، حوله سبزتر از باغ بهشت، خانه کهنه بی بالا پوش. روی حوله پدر من خودم تنهایم، دادر نیست مرا، نه برادر که دهد بازیچه‌اش را بر من. سخت تنهایم و دلگیر شدم. پدرم می آید سوی من می خندد، می کشد پنجه خورشیدی خود روی سرم، زیر لب می گوید که تو بختی من و اقبال منی، حس خرسندی من می ریزد. این زمان بچگی در فته یادم مانده، به همان لحظه شیرین که فراموش شدنش هست امکان بیرون. لیک از بیسریم گاه همسایه و یا شخص دیگر نزد مادر پدرم بار ملامت برده، همه دلگیر شده ز من و بچگیم. حتی هر زمانی که سوی دهکده پا میمانم نفره میخندد که چیستان بچه ها که گپ نداره گشته از کودکی خیش برون. این زمان کشتی یادم میرود به فراسوی دیگر، چون به حوله پدر مثل مهمان شدم امروزها. پدرم مردی بزرگ است، پدرم شعر مرا میخواند، خود به خود میفخرد، باز با لحن و به آهنگی قدیم به همه میگوید پسری شاعری من. آینه تابنده خورشید باش، آسمان آگنده خورشید باش. از سر عالم گذر هر شب ولی صبح زنده خورشید باش. مثل ابری کینه لطفاً سر نزن، مثل ابری کینه لطفاً سر نزن. تیغ شو برنده خورشید باش. در شبی در جور غمها تا سحر روشنایی
خنده خورشید باش. چون عقابی پرفشان در اوجها، با هوس بیننده خورشید باش. در تهاجم باش با ظلمت در عمر، وارثی ارزنده خورشید باش. پیشگفته گلی تمنا دلکش، یک شعله آتشی سراپا آتش. ایزد که تو را قدرت ایجاد بداد، مژگان تو شد تیر کمان آرش. کو لحظه کودکی، کو خودهای پدر، شد سوز دیگر نقش قدمگاه پدر. چون کتف من افتاده دیوار و درش، من آمدم و گریست درگاه پدر. از بعد پدر خانه علمناک شده است، پیراهن شادی دلم چاق شده است. در زندگیش که طعمه مردم شد، امروز که رفته لقمه خاک شده است. آینه دل و ساده شباه پدرم، عمر است روانه ام براه پدرم. در راه مسافر پسر رهدورش، بر در نگران بود نگاه پدرم. از کوچه عشق تو که آسان رفتم، راندم ز دلم غمی تو شادان رفتم. با این که مرا زیاد بردی، از یاد نبردمت شیمان رفتم. هر لحظه به زندگی نسازم فریاد، حسرت نخورم که زندگی داد و نداد. با بال و پره که شعر داده است به من، بایست به 7 آسمان راه کشاد. دل دید تو را و اضطراب آمد باز، جان جوش زد و ز چشم آب آمد باز. از ساعت طلایی بند دستت، بر چشم فروغ آفتاب آمد باز. نه مجنونی که صحرا را شناسی، سر غرقیده سودا را شناسی. به آن دریا دلی نتوانی افسوس، نگاهی تشنه ما را شناسی. از آن که غصه پروردم ببخشا، ز حرف عشق دل سردم ببخشا. و یادت خانه مه رفته بودم، ولی گرد نیاوردم ببخشا. تشکر زیاد. خب استاد عزیز، نظر شما رو میشنویم وابسته به ایجادیات محمد اقبال جانی بیگ. تشکر زیاد. واقعا وقتی من به این محفل می آمدم، روزگار جوانی خودم رو به خاطر آمد و بسیار رمزی است که سالها قبل در شهر خوجند همین یک سلسله محفل های ادیبان جوان همیشه بود و امروز با طرح نو، با تجسم دیگر، امروز با اصطلاح با کاربرد این امکانیت های رسانه‌ای، امکانیت های فناوری خیلی رشد کرد. ما یادم هست که زمانی که ما دانشجو بودیم، در بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان محفل شبنم بود که استاد فرزانه راهبری میکنن و امروز من فکر میکنم که یعنی حضور همین محفل بود که امروز نسلی که امروز مثل محمد اقبال و مثل بهمنیار آمدن، اینا هم ادامه همون محفل هستند و من فکر میکنم که این محفل ادیبان جوان که امروز بسیار با طرح زیبا تجسم دارد، جلوه‌گر است، یعنی یک پیوندی بسیار محکم دارد. چون که اگر ما ادبیات دوره استقلال نظر افکنیم، از اون روزگار علاقه سوم یا چهارم نسل ادبی هست که رشد میکند و واقعا این حوزه رو به عنوان یک حوزه قدیمی حضور شعر، یک حوزه که همیشه در قلمرو تاریخ پیوندی محکمی با ادبیات داشته است معرفی میکنم. من محمد اقبال از سالهای دانشجویش سالها قبل میشناسم، از اون روزگاری که آزمون فروغ صبح دانه کتاب است شروع شد. این از اولین سالهای اول دانشجویش اشتراک میکرد. ما در دوره شهری چند مرتبه امتحان هم کردیم، بعضی فکر و ملاحظه هم گفتیم. مهم این است که یک ادبیات، این قلمرو ادبیات ما که در وسطش حتی گفتم ممکن است که میلیون ها شاعر گذاشته است و اما اگر ما همه اون با امروز اون نسخه های خطی که در کتابخانه های جهان است، اگر همینا بازنگریم، حتی مثلا میگن که در یک خود قلمرو هند 2 میلیون نسخه خطی فارسی است. یعنی در میان همین وسعتی بسیار بزرگ ادبیاتی که جهان را تسخیر کرده است، ادبیاتی که مثلا گیوت در پیشروی حافظ و مولانا سر تعظیم فرمود آورده است، امروز قلم به دست گرفتن، جسارت کردن، سخن گفتن، این خودش یک واقعا یک رسالت شاعری است. یعنی من در ادامه همین راه بزرگان قدم می‌گذارم. البته اینجا ما از این چند شعری که شنیدیم پیش از همه و وقتی که سال گذشته
محمد اقبال بسیار بهای سزاوار گرفت در دور جمهوری آزمون فروغ سبدانی. خودش یک بها با یعنی باوری نسل کلام‌آموز ادبیات ما با آینده درخشان محمد اقبال است. البته اون بعضی فکر و نظرهایی که در مورد بعضی حسن و خوبی اشعارش بود ما در جوش با خودشان صحبت کردیم، لیکن مهم این که چیزی که در اینجا هم گفتن خودشان از نقد و از انتقاد هیچ هراسی هم ندارن و اون چیزهایی که مثلا وابسته به پیشرفت ایجادی هست اینو قبول میکنن. من اینجا چند بار این از این تجربه میگم و امروز من شاهد بودم که خیلی در نسبت به اون سالهای اول مثلا خیلی پیشرفته است. یعنی مهم ادبیات در ادبیات همین است که وقتی شاعر اگر سال از سال مرحله به مرحله قدم بگذارد و اگر احساس کنه که مثلا پیش رود، یعنی این بر منفعت ادبیات است. ما اینجا دیدیم که محمد اقبال تجربه های خوبی در غزل دارد، بعدا در شعر نو، در شعر نیمایی و هم رباعی. یعنی یک دانشمند معروف معاصر ما علیرضا قزوه در یک نقدی که درباره شعر تاجیکستان است، البته بحث‌های طولانی است، لیکن یک چیز گفت که برای اون که بعضی‌ها فکر می‌کنن که مثلا شعر نو گفتن آسان‌تر است چون که وزن و قافیه ندارد و البته در این موضوع هم بحث‌های زیاد است، لیکن میگه که اگر تجربه های هنری در شعر سنتی تون نگذارید یا در شعر نفس سفید یا در شعر نیمایی موفق شدن غیر امکان است. برای همین اینجا همین خودش یک مثل آینه روشن بود که محمد اقبال همین تجربه های آغاز کرد. البته اینها در مرحله آغاز هستند. اینجا بسیار خوب گفت که یکی از رکن‌های بسیار مهم تحول شخصیت و تفکر شاعر این مطالعه است، چون که از مثلا چند جایی که خوندن بعضی موردها حتی مثلا استاد لایق هم در چندین صحبتشون گفتن که وقتی من مثلا چیزی میگفتم به خودم، یعنی فکر میکردم که همین گپی نه من گفتم، بعد میدیدم که مثلا هزارها سالها پیش چند صد سال قبل از ما مثلا حافظ و دیگران گفتن. لیکن مهم همین در شعر این مهم تفکر است. تفکر یعنی از زبان امروز از زمان امروز گفتن. این همین چیزها مثلا درک کرده است. و من البته برای همه ادیبان جوان که ما مثلا استاد لایق شکر خدا که در صحبت استاد لایق بودیم، من استاد فرزانه، استاد احمد جان رحمتزاده، استاد عبدالجبار سروش که از مکتب همین شاعرای بسیار توانا گذاشتیم. یکی از رکن‌های اصلی شاعر بودن شاعری این مطالعه فرهنگ ها است. وقتی مثلا بسیار وقت ما بعضا واژه‌ها در موردهای استفاده میکنیم، بعضا یعنی این زبان ما نزاکت و لطافت زبان ما است که یک واژه میتواند چندین معنی بیاید و همین چیز البته ما در شرح‌های کلاسیکی میبینیم که حتی در مورد بعضی بیت‌های حافظ و مثلا سعدی و کمال خوجانی و دیگر رو بحث رفتن. یعنی برای این مطالعه فرهنگ برای شاعر بسیار مهم است و من امروز با اطمینان میگم که محمد اقبال که در زمینه ادبیات کلاسیکی هم تحقیق میکند، این چیز برای بسیار کمک میکند، هم مطالعه اشعار شاعرای گذشته ما و هم آشنایی با سبک و شیوه آنها و امیدوار هستیم ما در این راه برای محمد اقبال توفیق میخواهیم. امروز در برابر دیگر چهره های جوان نسل ادبیات امروز که محمد اقبال قدم میگذارد، ما با این قدمی استواری و باور داریم. مهم باور کردن است. اون مشکلاتی که هست در ایجاد و ایجادکار خودش میدوند، خودش مثلا باید میبیند بهتر است دیگران، یعنی شعر برای شاعر آینه خودش است و میبیند خودش میشناسد قدم بگذارد و همین کاری که امروز با هنرمند جوان آغاز کردن این بسیار مهم است، چون که بدیر میگه که قیمت حرفی سخنگو از سخنکش میشود گر زمین قابل نباشد آب باران چه هست. رسالت هنرمند هم در ترغیب شخصیت شاعر، در ترغیب شعر شاعر بسیار مهم است. به خاطر اینکه ما از تجربه هنرمندا و شاعران میدونیم که مثلا استاد لایق با استاد جلوی مرادوف در مثلا ایام 50 سالگیشون یک محفل شعر شکر کردن. یعنی بیشتری اینجا از محمد اقبال اشاره کردن در مورد تخلص بسیار خوب هم فرمودن، لیکن بیشتری شاعرای گذشته ما تخلص با مخمام خاطر انتخاب میکردن که بگذار اونها مثلا خوانندش شناسد یابد، یعنی از پای شهرت نمیرفتن یک وقت. و ببینید که اما در همون قدیم هم در گذشته مثلا همین رسالت بسیار بزرگ ترغیب شعر ما همین موسیقی شش مقام اجرا کرد که امروز مثلا ما این نمونه هاش از اشعار گذشته ما میبینیم. مثلا من دور نمیرویم همین ادبیات عصر 19 نیمه عصر 19 و اول عصر 20 نقیب خان تورال احراری یکی از شاعرای هست که حتی
مثلا هرچند که بیشتری عمرش در مثلا همون روستای خود در ناحیه عینی سپری کرد، اما اشعارش در شش مقام در شهر خوجند و در بخارا و در سمرقند میخوندن. یعنی با شش مقام وارد شدن شعر، این از نظر اول در زمان گذشته که موسیقیت بسیار چیز مهم بود، یک راه برای طریقه بود. بسیار این چیز من این پدیده من استقبال میکنم که بسیار خوب است که همکاری میکنن. البته این همکاری ها ادامه مییابد. من در عموم با محمد اقبال که شاگرد ما هستند، من باور دارم، من دعا میکنم از همون زبان حافظ که برای خودش دعا کرده بود که برای شعر خودش که این طفل یک شبه راه هزار سال میرود. ما هم آرزو میکنیم که این گفته ها، این صدای قلبی که در وجود هست، این آتشی که بدل میگه که هر دل نبرد چاشنی از داغ محبت، این آتش بیرنگ نسوزد همه کس را. این شعرم در وجود همه کس مهمان نمیشود. اینم برای همین مثلا در گذشته شاعرای ما، مثلا یک سخنورای ما از روی نمون باور و اعتماد به قدرت لایزالی گفتن، مثلا حافظ که حسن چی میبری اسم نظم بر حافظ قبول خاطر لطف سخن خداداد است. یا مثلا شیخ کمال میگه که در سخن لطف الهی به تو یار از کمال، من از 100 سال با فکر این سخن نتوان گفت. یعنی منظور این است که این هم یک پدیده هست که پدیده مثلا استثنایی به تعبیر استاد فرزانه، و ما امیدوار هستیم، دعا میکنیم که در این راه موفق باشن. طفلی شعرشان هزار ساله رود. عمری کتاب که مثلا بزرگترین هدیه بشر، قدیمترین یادگاری انسانی هست که ملت ما به تمدن جهان داده است، همین عمر کتاب با شعرشان به اندیششان ما تمنا داریم. خب استاد عزیز، من برای اشتراکتان صمیمانه مینه‌داری بیان میکنم. با وجود آنکه که سرکار بودید، ما دعوت کردیم، دعوت ما رو پذیرفتید. در فرجام برنامه از جانب رهبر محفل ادیبان جوان مهرآور یک غزل تازه میشنویم و وظیفه برای برنامه من بعد معین میشود. برآمد برای محمد اقبال در ادامه تحصیل و در ادامه فعالیت، در ادامه زندگی، برار و کامیابی ها تمنا میکنیم. بگذار همیشه راهشان روشن بود. خوب یک غزل میخونیم. پیکرت پیکی غزل بود، پیرهن زیبای من. پیکرت پیکی غزل بود، پیرهن زیبای من. حرف ها قند و عسل بود، ای سخن زیبای من. صورت و سیرت شناسی کار چشمانی تو بود. چشم زن بر چشم من، آینه زن زیبای من. یار گندم گونه ام، یار گندم گونه هستی، دیدنت سیرم کند. کلچه رویت بود، نانی وطن زیبای من. شعر کوته شیره دارد گفته بودی، شعر کوته شیره دارد گفته بودی. راست بس خیز خیز با لب بر لبانم مهر زن زیبای من. سلامت باشید. در نزد اعضای محفل چی وظیفه گذاشته می شود برای برنامه بعدی؟ فکر میکنم که همین واژه جوانی واژه است که هیچ وقت کهنه نمی شود. ما هم تکرارا همین واژه رو در این محفل نیز به میان میگذاریم. تشکر زیاد. سلامت باشید. در خاتمه برنامه با محمد اقبال جانیبک و حافظ جوان مهراب شریف زاده برای فعالیت من بعدشون برای کامیابی ها میخونیم و بینندگان عزیز، همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است، پایانی برنامه محفل ادیبان جوان است. از تلویزیون ولایت سوخت شاد و موفق باشید.